سلام بچه‌ها، امیدوارم که حالتون خوب باشه. ما بازم اومدیم با یه تمرین دیگه، ولی فرقش امروز اینه که تمرینمون با بچه‌هاست. گفتم یکم تنوع داشته باشه، شما هم ببینید و لذت ببرید. همونطور که می‌بینید شروع کردیم با آموزش بستن کمربند که واقعا فکر کنم اشتباه کردم، خیلی تایممون رو گرفت و آخر سرم مجبور شدم برای همه‌شون خودم کمربندو ببندم. امروز هم اولین جلسه تمرینی من سر این کلاب بود، به خاطر همین بچه‌ها خیلی راحت نبودن، حسای عجیب غریب داشتن. خب خیلی عادیه چون منو ندیده بودن، نمیشناختن و منم تصمیم گرفتم گرم کردنشون رو با بازی شروع کنم تا بچه‌ها یکم فان بیشتر داشته باشن. حقیقتا دلیل خنده های این خانم کوچولو رو اولش نفهمیدم، ولی بعدش که اومدم فیلم رو نگاه کردم متوجه شدم چون تو ذهنش منو انتخاب کرده بود و مطمئن نبود انتخاب درستیه یا نه، همش میخندید. در کل اگه بخوام بگم کار کردن با کودک‌ها خیلی سخته، ولی خیلی تجربه شیرینیه، فقط کافیه یکم صبور باشید. بعد از کلی بازی و وقت گذروندن و گرم کردن، نوبتی هم باشه نوبت اصل تمرینه. منم بچه‌ها رو لاین کردم تا بتونم با رقص پاها سطح کلاس رو متوجه بشم. به نظر من یکی از مهمترین و کلیدی ترین نکته ها برای یک کاراته‌کار اینه که توی سن پایه رقص پا کردن رو خیلی خوب یاد بگیره. وقتی بازیکن‌ها به صورت حرفه‌ای رقص پا کردن رو یاد میگیرن، دیگه هر جای دنیا که باشن، پیش هر مربی هم که تمرین بکنن، میتونن فقط روی تکنیک‌ها و تاکتیک‌ها تمرکز بکنن و به نکات مهمتری بپردازن. امروز هم ما سعی کردیم رقص پاهای رو به جلو، رقص پاهای رو به عقب رو کار کنیم. برنامه امروز این بود که چپ و راست رفتن‌ها و جابجایی‌ها رو هم تمرین کنیم، ولی خب بچه‌ها خیلی زود ذهنشون خسته میشه و بیشتر دوست دارن بازی کنن. منم سعی کردم با تکنیک دست جلو هم رو استارتاشون بیشتر کار بکنیم و همین که حداقل یه تکنیک رو تمرین کرده باشیم تا توی کمیته بتونن ازش استفاده کنن. وقتی بچه‌ها عضو یه تیمی میشن، عملکردشون بهتر میشه، تلاش بیشتر میکنن و انگیزه بیشتری هم دارن. به خاطر همین سعی کردیم 2 تا تیم انتخاب کنیم و شرایط کمیته رو بیاریم تو قالب تیمی. شما هم یه چند تا کمیته از این کوچولوها ببینید، کیفشو ببرید. امیدوارم تا اینجای کار لذت برده باشید. اینم کمیته آخر بود و سعی کردیم کلاس رو با مسابقه 2 تموم کنیم. ست اول و ست دوم جایزه نداشت، ولی برای ست سوم جایزه گذاشتیم. یعنی شما باید بیاید ببینید وقتی جایزه میذارید بچه‌ها چه جور تلاش میکنن که به اون جایزه برسن. و در آخر خواستم تشکر کنم از نگاه زیباتون، از کامنت‌های انرژی مثبتتون. براتون بهترینا رو آرزو دارم. مثل همیشه دمتون گرم. راستی فراموش نکنید ما رو سابسکرایب کنید حتما و در آخر اون زنگوله رو هم بزنید که اگه پست جدیدی میذاریم حتما شما اولین نفر باشید که میبینید. مرسی از حمایتاتون.